ترامپ در واکنش به این اتفاقات واشنگتن دی سی یه پست خیلی مفصلی منتشر کرده که به نظرم یکی از مهمترین پست هایی که تا الان ترامپ منتشر کرده. بیش از 30 میلیون بازدید گرفته پست ترامپ فقط توی اکس و سیاست های مهاجرتی آمریکا رو به طور کامل میخواد ترامپ تغییر بده بر اساس چیزی که مطرح کرده. این پست رو با هم دیگه بررسی بکنیم ببینیم ترامپ چی گفته. متنش کامل میخونم چون همونطوری گفتم اهمیت خیلی زیادی داره و در موردش بیشتر صحبت میکنیم. ترامپ نوشته روز شکرگزاری بسیار شادی را تقدیم میکنم به همه شهروندان و میهن پرستان بزرگ آمریکایی که آنقدر مهربان بودند که اجازه دادند کشورمان تجزیه، مختل، تکه تکه، قتل عام، کتک خورده، مورد حمله و مسخره شود، همراه با برخی کشورهای احمق دیگر در سراسر دنیا که به خاطر نزاکت سیاسی و صرفاً احمق بودن وقتی صحبت از مهاجرت می شود چنین وضعی پیدا کردن. ترامپ داره میگه این عملا به خاطر سیاست‌های مهاجرتی ما احمق هستیم، مثل احمق‌ها رفتار کردیم ما و خیلی از کشورهای غربی. توی ادامه میگه جمعیت خارجی رسمی ایالات متحده آمریکا 53 میلیون نفره بر اساس سرشماری که بیشترشان از کشورهای شکست خورده اومدن یا از زندانها، تیمارستانها، باندهای جنایتکار، کارتلهای مواد مخدر. آنها و فرزندانشان از طریق پرداختهای عظیم شهروندان میهن پرست آمریکایی حمایت میشوند. شهروندانی که به خاطر قلبهای زیبا و مهربانشان نمیخواهند به طور علنی شکایت کنند یا به هر شکل دردسر درست کنند. آنها تحمل میکنند که چه بلایی سر کشورمان آمده، اما این وضع از درون نابودشان میکنند. ترامپ توی ادامه میگه یک مهاجر که با گرین کارت سالانه $30,000 درآمد داره برای خانوادهش حدود $50,000 مزایای سالانه دریافت میکنه. جمعیت واقعی مهاجران بسیار بیشتر از این است. این بار پناهجویان علت اصلی نابسامانی اجتماعی در آمریکا است. عذرخواهی میکنم، این بار پناهجویان علت اصلی نابسامانی اجتماعی در آمریکا است، چیزی که پس از جنگ جهانی دوم وجود نداشته. مدارس ناکارآمد، جرم بالا، بیمارستان‌های شلوغ، کمبود مسکن، کسری بودجه. ترامپ میخواد بگه از جنگ جهانی دوم به مرور در واقع شروع شده همچین چیزی و میگه مثالش اینکه صدها هزار پناهجوی سومالیایی عملاً دارن ایالت بزرگ و سابقاً عالی مینسوتا را در اختیار میگیرن. باندهای سومالیایی در خیابانها به دنبال طعمه میگردن، در حالی که مردم خوب ما در آپارتمان‌ها و خانه‌هایشان قفل شدن، فقط امیدوارن که کسی کاری به آنها نداشته باشد. فرماندار به شدت عقب مانده مینسوتا تیم والز هیچ کاری نمی‌کند، چه از سر ترس چه بی‌کفایتی یا هر دو. در همین حال بدترین نماینده کنگره در کشور ما ایلهان عمر که همیشه در حجابش پیچیده، دقیقاً این چیزی که ترامپ گفته که احتمالاً به طور غیرقانونی وارد آمریکا شده است چون شما اجازه ندید با برادرتان ازدواج کنید، کاری جز شکایت پرنفرت درباره کشور ما و قانون اساسی ما و اینکه چطور بد با او رفتار می شود انجام نمی دهد، در حالی که محل تولد او کشور سومالی منحت عقب مانده و پر از جرم و جنایت است که اساساً به خاطر نداشتن حکومت، ارتش، پلیس، مدرسه و غیره حتی یک کشور واقعی محسوب نمی شود. این بخش اول بود. بریم بخش دوم پست ترامپ رو ببینیم و ترامپ توضیح میده به خاطر همه این چیزهایی که گفته، میگه حتی با وجود اینکه از نظر فناوری پیشرفت کرده ایم، سیاست مهاجرت این دستاوردها و شرایط زندگی بسیاری از مردم رو تضعیف کرده. من مهاجرت از همه کشورهای جهان سوم رو به طور دائمی متوقف خواهم کرد تا سیستم ایالات متحده کاملا بازیابی شود. تمام میلیون ها مورد پذیرش غیرقانونی بایدن رو لغو خواهم کرد، از جمله آنهایی که با اوتوپن توسط جو بایدن خواب‌آلود امضا شدن و هر کسی را که دارایی خالصی یا خروجی خالصی برای ایالات متحده ندارد یا قادر به دوست داشتن کشور ما نیست. یه همه آدمایی که آمریکا نمیتونن دوست داشته باشن یا خروجی برای آمریکا ندارن یا آدم‌هایی که بایدن عملاً بهشون اجازه داده بیان توی آمریکا، همه اینها پذیرششون لغو میشه توی آمریکا. در این حال ترامپ میگه همه مزایا و یارانه‌های فدرال برای افراد غیر شهروند رو پایان میدهم. مهاجرانی را که آرامش داخلی را تضعیف میکنن سلب تابعیت میکنم و هر تبعه خارجی را که سربار عمومی، خطر امنیتی یا ناسازگار با تمدن غرب است اخراج خواهم کرد. این اهداف با هدف دستیابی به کاهش عمده در جمعیت
غیرقانونی و مخرب دنبال خواهد شد، از جمله کسانی که از طریق فرآیند غیرمجاز و غیرقانونی تایید با اوتوپن پذیرفته شدند. ترامپ گفته تنها مهاجرت معکوس میتواند این وضعیت را کاملا درمان کند. غیر از این روز شکرگزاری برای همه مبارک، بجز آنهایی که از آمریکا متنفرند، میدزدند، میکشند و هر چیزی را که آمریکا نماینده آن است نابود میکنند. شما مدت زیادی اینجا نخواهید بود. پس عملا ترامپ با این پست و با این دستور چند تا کار انجام میده. اول اینکه مهاجرت از کشورهای جهان سومی به آمریکا متوقف میشه که همین چند ساعت پیش رئیس اداره مهاجرت و شهروندی آمریکا هم اعلام کرد ما این دستور ترامپ رو بلافاصله اجرایی میکنیم. و اتفاق دیگه‌ای که میفته اینه که آدم‌هایی که اومدن توی آمریکا به هر شکلی مشروط، پناهندگی، پرونده، همه اینها احتمالاً دوباره بررسی میشه. حتی افرادی که گرین کارت تونستن بگیرن، پرونده اونها هم بررسی میشه اگر جز این 19 تا کشور جهان سومی باشن. و مزایایی که مهاجرهای غیرقانونی دارن میگیرن یا هر کس که شهروند آمریکا نیست قطع میشه. و در این حال مهاجرهایی که نظم رو توی آمریکا به هم بزنن دینچرالایز میشن که این میتونه خیلی اتفاق مهمی باشه. یعنی عملا شهروندی از اینا گرفته میشه حتی اگه شهروند آمریکا شده باشن، که این میتونه خیلی تبعات داشته باشه. چون خیلی اوقات آدما تصورشونه که خب من میام تو آمریکا شهروند میشم و دیگه تمومه، میتونم راحت بمونم. ولی خب واقعیت اینه که بر اساس قوانین آمریکا میتونن شهروندی رو هم حتی بگیرن اگه فردی شرایطش طوری باشه که لیاقت شهروندی رو نداشته باشه. و ترامپ میگه از این من استفاده میکنم، به خصوص برای خیلی از آدم‌هایی که الان شهروندی آمریکا رو گرفتن و تو رسانه هم صداشون خیلی بلنده. میتونه گزینه خیلی مهمی باشه که این آدم‌ها هر چه زودتر از آمریکا اخراج بشن وقتی دارن نظم کشور رو به هم میزنن و عملاً هدفشون فقط نابود کردن آمریکاست.